دوستان عزیز، بنده سامان قیصری هستم. دوستان ما هم تو اینستا فعالیت داریم، هم تو یوتیوب. دوستان ما رو سابسکرایب کنید، لایک کنید و زنگوله بغلم بزنید که نیاز به حمایت شما داریم. ارادت. دوستان عزیز، بنده سامان قیصری هستم. دوستان بخواستم خدمتتون عرض کنم که بنده دیگه نه اومدم از ویدیو بکنم بگم و اومدم بگم براتون. دوستان من از کلیپ های قدیم مشاهده کردید، این کلیپ با همه کلیپ ها فرق میکنه، از زمین تا آسمون دیگه فرق. دوستان ببینید، من اومدم بهتون بگم من سامان قیصری یه معلولم، چیزی که ممکنش نمیشه شد و چیزی که اتفاق افتاد دیگه اتفاق افتاد و قابل ذکر اینه که ما پس باید به زندگیمون ادامه بدیم، به اون چیزهای خوبمون فکر کنیم، به اون اتفاقهای خوب زندگیمون فکر کنیم. هرچند دنیا تاثیر بلندی داره، ولی من سامان هم به اندازه خودم سختی کشیدم و یه جورای رنج کشیده دیم و هستم. بنده همونجور که میدونید از معلول جماعت من هیچ مبلغ دریافت نمی‌کنم. به چه علت؟ چون من مثل خود بنده خود معلولی بودم که از زندگی ناامید شده بود و یک روزی به خودم اومدم گفتم سامان تو میتونی و تا اینجا از اراده خودم، از پشتکاری که دارم و از دعای خوبی در مادرم که پشتم واقعا راضیم و به اون جایی که رسیدم تا همین لحظه دعای خوبی در مادرم و چیزی بغلدی نیست. اصل حرفم با تویی که معلول هستی و زندگی رو به خودت تحت کردی. من میخوام بگم توی معلول هم میتونی به اون جایی که سامان هست تو هم میتونی برسی. اول کمک خداست رو کمک من. چجوری؟ من سامان من یه معلول نیستم. همیشه به خودم میقبولم که آقا من یه فرد معلول نیستم. درسته جسمی مشکل دارم ولی فکرهایی حرکتهایی تو ذهنمه که یه فرد عادی هم حتی به فکر خطور نمی کنم همین حرکتهایی رو. یا کنید من آقای تصویرگی باشگاه رو فیلم بگیریم همون این باشگاهی که ببینید از باز خودمه و همونطور که بهتون گفتم من از معلول جماعت هیچ چیزی نمیگم. از سن 15 سالگی از سن 15 سالگی توی ورزش هستم و انواع قهرمانی من آوردم. قهرمان استان شدم، قهرمان انتخاب کشوری شدم، قهرمان